سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا چنل یوتیوب ماست. خیلی خوش اومدید. برای اونایی که از قبل ما رو دنبال میکنن یه احوالپرسی ویژه دارم. خیلی خوش اومدید. دوستان امروز اومدیم با تفاوت واژه سایکوز و نوروز. اینا چی هن؟ شاید به گوشتون هم خورده بوده در گذشته. برای اینکه بهتر بدونی ادامه ویدیو رو همراه من باشه و لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خب دوستان، واژه سایکوز و نوروز در بیماری ها و اختلالات روانی افراد آسیب هایی رو تجربه میکنن، حال بدی رو تجربه میکنن، حس بدی رو تجربه میکنن و این توی عموما اختلالات مشترک. این حسای بد باعث میشه که روند عادی زندگیشون هم کمی به هم بریزه و از اون مسیر عادی خودش خارج بشه. حالا افرادی که در اختلالات روانی ارتباطشون با دنیای واقعیت به صورت کامل قطع میشه، اونا رو سایکوز میگن، مانند اختلالات اسکیزوفرنی. این افرادی هستن که در بعد زمان و مکان دیگه حضور ندارن و با واقعیت دیگه ارتباطی ندارن. برای همین اختلال رو میگن اختلال خیلی خاص، اختلالی که خیلی دردناکه. یه سری از اختلالات هستن و بیمارها هستن که ارتباطشون با جهان واقعی قطع نمیشه و با جهان واقعی ارتباط دارن، اما اون اذیت و آزار رو میبرن. به این دست اختلالات میگن نوروز. پس اگر یه جایی گفتن این اختلال جزء طیف سایکوزه، اطلاع داشته باش چه معنی داره، و اگر گفتن این اختلال جزء طیف نوروزه، اطلاع داشته باش چی. برای اینکه بهتر یاد بگیری، برای اینکه بهتر چیزای خوب رو بدونی، حتما منو سابسکرایب کن. محمد امین قاسمپور، روان درمانگر.